خفه شو بابا. بیا برو بابا جون مادره. خانم تو رو خدا ببخش. خانم ببخشید من حواسم نبود، به خدا عصبانی کرد. من براتون میخرم. کجا رفت؟ چی میگی؟ من بچه‌ها قبل از اینکه ویدیو رو ببینید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و حتما زنگوله رو روشن کنید تا ویدیوهای جدیدم به دستتون برسه. عاشقتونم. الو، به چه حقی پاشویی رفتی بیرون؟ به من نگفتی؟ بیجا میکنی؟ من دوست پسرت نیستم. من نمیخوایم نامزد کنیم اینجوری؟ عزیز من تو باید به من بگی، چرا متوجه نمیشی؟ تو باید به من بگی وقتی میری بیرون. سوپرمارکت هم میری باید به من بگی. یعنی چی؟ تو دیروز پاشدی رفتی سوپرمارکت به من نگفتی، یعنی چی؟ من بهت گفتم هر جا میری لوکیشن لایو میفرستی. میفهمی چی میگم؟ اینجوری دوستم داری؟ بله باید بگی. به توشه یعنی چی؟ به ولای علی پا میشم میام اونجا جلو درتون تا صبح وای میسم. بالاخره میای پایین دیگه. چرا میگی به تو چه؟ به من ربط نداره؟ پا به کی ربط داره؟ الو، بلا کم میکنی؟ خانم ببخشید عذرخواهی میکنم. من میتونم با گوشیتون یه تماس بگیرم؟ من دوست دخترم بلاکم کرد. یه زنگ فقط یه دقیقه بهش بزنم. آقا اگه مشکلی برای من پیش نیاد. چه مشکلی پیش بیاد؟ نه کلا میخوام یه زنگ کوچیک بزنم بهش. امکانش هست؟ هیچ داستانی نمیشه. بعد زنگ نزنه. نه خیالتون راحت بشه. نه خیالتون راحت بشه. یه زنگ کوچیک بزنم. فقط رمزش هم بی زحمت میزنین. ببخشید. نه من که کاری ندارم. خیلی ممنون. ببخشید. الو، منو بلاک میکنی؟ به چه حقی منو بلاک میکنی؟ بیجا میکنی منو بلاک میکنی؟ من دارم باهات حرف میزنم. من رفتم مردم گوشی گرفتم. بهت گفتم هر جا میری باید به من بگی. متوجهی؟ بله هر جا میری باید به من بگی. خودم بهت زنگ میزنم. ببین ستایش داری منو سگ میکنی. به ولای علی پا میشم میام اونجا آبروتو میبرم میام اونجا کوچه‌تون رو به هم میریزم درست صحبت کن. بهت میگم درست صحبت کن. بیجا میکنی. اینجوری میخواستیم بریم زیر یه سقف؟ منو سگ نکن. من اعصاب ندارم خفه شو بابا. بیا برو بابا جون مادره. خانم تو رو خدا ببخشید. خانم ببخشید من حواسم نبود، به خدا عصبانی کرد. من براتون میخرم. کجا رفت؟ چی میگی؟ الان میرم میارم. سالمه خانم، سالمه. اونها خانم اونها سالمه. دارم میبینمش. حیوان. خانم تو رو خدا ببخشید من یه لحظه تمرکزم از دست دادم. وای چه غلطی بود کردم. خانم یه لحظه اجازه بدین. من پنیک شدم خانم. چی میگی؟ یعنی چی پنیک شدم؟ الان من چیکار کنم؟ گوشی یه رو لحظه. میخوام. چشم من الان براتون میرم همین پایین میخرم. گوشی فروشی خانم اینجا کجا هستش؟ چی بود گوشیتون؟ خانم من پنیک شدم. مگه دست خودمه؟ خب برداشته رفته سوپرمارکت. شما خودتون طرف بره سوپرمارکت به شما نگه چیکار میکنی؟ من چه شما با دوست دختر دعوات شده؟ من پنیک شدم. خب تاورشو من باید بدم. بذارین قلیون بکشم آروم شم یه ذره. چی قلیون بکشم؟ چشم یه لحظه اجازه بدین. بذارین من یه زنگ بزنم. سریع. خانم من گوشی خودم رو پرت کردم. این گوشی شماست؟ خانم من کاش گوشی شما رو مینداختم. گوشی خودم گرون بود. تو رو خدا ببخشید.
خانم الکی شلوغش میکنین، خیلی شلوغش کردین اصلا. بفهمید گوشی شما. من گوشی خودم رو پرت کردم پایین الکی. جب خانم اصلا گوشی خودم رو پرت کردم پایین. این گوشی شما. بفرمایید خانم، بفرمایید. من با شما شوخی کردم. اشتباهی گوشی خودم رو پرت. خب گوشی جابجا شد دیگه، حتما گوشیم زنگ خورده. من کجا بدونم خانم؟ از اونجا بپرسید. خیلی زشته واقعا. اونا یکی داره فیلم میگیره. خیلی زشت. داشتم شوخی. یه بای بای بکنید. آبرومون رفت اینجا. من یه گوشی فیک انداختم. مثلا داشتم کلیپ میگرفتم. اگه 100% باز شما آروم بودیم. من خودم خدا شاهده بچه‌ها، هر کی این کارو بکنه پدرشو در میارم. ایشون هم که راحت دارید بزنین، سیب زمینی بزنین، نوش جونتون. اگه اجازه بدین من این ویدیو رو پخش بکنم، امکانش هست؟ یا آبرومونم رفت دیگه. یه لایک به دوربین ما نشون بدین، من با خیال راحت. دیگه با کسی این کارو نکنید. خیلی ممنون، مرسی، دوستتون داریم. آقا ببخشید، سلام. خوب هستین؟ گوشما مخلص. من واقعیتش گوشیم خاموش شده و می‌خواستم اگه امکانش هست حالا یا شما گوش بدین یه تماس بگیرم، منتظر یکی هستم بیاد اینجا. کی آقا زنگ بزنی؟ ما به دوستم زنگ میزنم، گوشیم خاموش، همین الان خاموش شده. جان ببینم گوشی تو. دروغ ندارم بهم که بفهم. خاموش شد. بیا زود تمامش کنی، همینجا زنگی تو بزن تمامش. دست در نکن. خیلی ممنون. ببخشید عذرخواهی میکنم، شانس منه دیگه. ایراد نداره، سعی تمامش. الو. آخه دوزاری تو مال این حرفا یه شایی. من پاک جمعم همین الان پاشه بیا. جان؟ داری با کی حرف میزنی اینجا با گوشی؟ با این پسر دعوام شده داره میاد اینجا. چرا گوشی من داری زنگ میزنی؟ گوشیم خاموشه. پاشه بیا اینجا بهت بگم. داره میاد. نه داره میاد اینجا. قطعش کن. بیا اینجا، من رفیقام اینجا. یلا پلشت. خب بیا اسکا ترشت. بیا بهت بگم. آقا تو رو خدا شرمنده. نه اینجا لاتیشو پر کرده، فکر کرده خبریه، من منتظرشم برسه اینجا. شما بشین، من یه زنگ دیگه بزنم به داداشم. خب من داداش اینجا تک منو گیر میام میزنن، شتکم میکنن. یه زنگ بزنم داداشم. آقا تو رو خدا ببخشید. حلو منی، ببخشید. میگم اینا فقط زودی تمامش کن. اینا پلشتن حضرت عباسی. تمامش کن زودی فقط. این رمزش ببخشید قفل شد. فقط اگه اومد اینجا میشه حواست به من باشه. حالا حواسش هست. اینجا همینجا میخوام قرار بذارم. من تلفن تو بزن پدر. باشه داداش. الو. چی گفتی؟ نه یه بار دیگه بگو. پلش آخه تو مال این حرفای دشتان ناموسی میدی؟ برس اینجا ببین تیکه پارت میکنم یا نه دوزاری. نه بیا اینجا. چی؟ یه بار دیگه بگو. بابا بیا برو حضرت داشتم شوخی میکرد. اینو بگیر. داشتم شوخی میکرد. آقا میکروفون همه چیمون داداش این اصلا گوشی تو نیست، گوشی تو اینه. حاجی همه چی پاچید. داشت میزده داداش، دمت گرم جلوشو گرفتی، الان میزد ما رو شتک میکرد. خوب کسی واسه این داستان انتخاب نکردی، به سر خوب. داداش میگم شانس آوردی، یعنی دنده‌منداتون ناموسن خورد می‌کردن به میدونم خوب شد داداشمون گرفت. حالا که گفتم شوخی دیگه درسته گفتی، اصلا شوخی قشنگی نبود. مثلا مخم درگیر بود، هزار تا مشکل داشته. عذرخواهی میکنم ببخشید. آخه کسی تو پارک نبود. چون که کسی نبود سراغ ما. داخل داشتین ماشین منو میزنی شتک می‌کردی. سر خوب. آقا شما رفیقشی اجازه از این کارو نکنی ها. داشتم شوخی می‌کردم. ان شاءالله که هر مشکلی داری حل بشه. با امید خدا. فقط اگه اجازه بدیم ما اینو پخش بکنیم، میخوام بزنم. مثلا یوتیوب داری شما؟ نه. اینستاگرام. آره اینستاگرام دارم. اینستاگرام داری؟ اینستاگرام میخوام بزنم تو اینستاگرام و اینستاگرام دارم. اوکیه بذارم. آقا اوکی ما پخشش بکنیم. کش بوداشم. یه لایک به دوربین بچه‌ها نشون بدیم من اینو.
پخش میکنم. لایک کن. داداش این لایک این این لایک دمت گرم. فهمی میکروفون ما هم زدی شیکوندین تهش هم افتاد اینجا ایناش سرجوازی پیدا شد. آقا اینجا کسی هست ما بریم شوخی کنیم بعد شما آیتم بگیرم؟ بازم باید بگردی ولی این خوب جای نیومدی. میرم بالا دیگه هر کی بود میگیرم دیگه. بچه‌ها خیلی دوستتون دارم.